خوش اومدین به دومین فصل سوپرلیگ. امیدوارم از دیدن این بازی لذت ببرید. ابتدای صحبت آقای شماره 1، انتهای صحبت شماره 10. بفرمایید. عرض ادب و احترام رفقا، من شایانم، خوشحالم کنارتونم. از دان کلاب شهریار میرسم خدمتتون. از نظرم شماره 2 9 10 یه دونه مافیا است، تفکیک میکنم، خودم اخراج میکنم. مرسی. نیکس. آقا امیدوارم بازی خوب باشه. اسمم امین مهدی از سوهانک اومدم. یه بزرگی بود میگفت اگه سانسور شدی هضمشو مستند خودتو بساز. امیدوارم که بتونید تو این سوپرلیگ مستند خودتون رو بسازید. فردا در مورد اعلام موضوع میکنم. بازی خوب باشه. نیست. سلام بچه‌ها، ایمانم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم از ورامین. من از آن که دوتاتون مشکوکید، یعنی فکتی هم ندارم ان شاءالله صبح، ولی دوتاتون رو مشکوک دارم. تا فردا مهرانم تارگت میکنم. نکس. سلام، از من موینم از شعبه باغونسر. خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. دوتاشون مشکوک نبودن، به نظرم هم مشکوک نبودن. به خودت معارفه تارگت میزنم. شایان به نظرم مافیاست. شایان شماره 9، حتی از دوتای قبل در محمدی که خیلی فیلینگی شده. من هستم مهراب، از شعبه مهرویلا آمدم. خوشحالم دارم بازی میکنم. شعبان شدم 3 به نظرم مشکوک بود معرفش. فردا حرفاشو بیشتر گوش میدم. مهم به نظرم معرفش باحال بود، میتونه شعبان باشه. فعلا نیست. آقا سلام، اسمم مهران از دون سعادت آباد. یکی آدمای بی انگیزه دنبال معجزه ان، پس این بازی من بهتون انگیزه میدم، شما دنبال معجزه نباشید. این مهران مشکوکی، چون تو به 3 تارگت زدی به واسطه شهروند کردن و یا به گفته خودت باحال بودن معارفه مهم. پس تو به نظرم مافیه. خود ایمانم با کارت خودم به تارگت من شهروندم. نکس. سلام دوستان، علی بازیتون هستم. امیدوارم بازی خوب و آروم و پرفکتی باشه. از شعبه دوست داشتنی آمل. از دید من آقای معین مشکوکه. تو با کلمه شایان اومدی ذهن پلیر رو از این سمت به اون سمت ببری. تأکید دوباره شماره 9 خیلی مشکوک. حالا به این شما دوتا هم باید دنبالش بگردم. قاعدتا بعد منم باید مافیا نشسته باشه. نکست. سلام، من آریانم. خوشحالم دارم با این بازی میکنیم. از شعبه جزای وی ای پی. آقای شایان به نظرم مافیاست. شما این امیر مهدی حرف نزده است، لایکت بالا بود، الان سریع لایک اینجوری داری دوباره. شهروندم به نظرم دوست تورنمنت چین بزنه دیگه. میگردید 3 نفر یه مافیا میخواد. مافیای به نظر این آقا که به نظرم باحال بود، چون خود امیر مهدی هم خیلی شهروند نبود. نمیدونم، اصلا معارفه‌هاتو که خوب نبود. مهران زیوری هم مشکوک بود خیلی برام. نکست. سلام بچه، امیدوارم بازی خوبی باشه. منم شایانم از سوهانک. حالتون امیدوارم همیشه خوب باشه. بین مهراب و مهران زیوری که حتما مافیاست. حتما بینشون مافیا هست. دوتاشون برام مشکوک بودن. معارف استرس زیادی مهران با این سابقه تو داری، بعید میدونم با نقش شهروندی اینجوری استرس داشته باشی. به نظرم مشکوکی. مهراب جان به نظرت 3 مشکوک بوده. موین دیگه چرا معارفش باحال بود؟ بهش یه اخطار داد، خیلی تارگتش نکرد، گفت به نظرم اتفاقا اونجا فیلینگ شهروندی داده امیر مهدی بهش. از همین رفتاری که باحال بود معارفش جذاب نبود برام. مشکوکی. نیست. عرض ادب رفقا، من امیرحسینم از دان کلاب آمل. امیدوارم بازی قشنگی کنار هم داشته باشیم. شما رسیدی یه خورده واسه هم مشکوکی، چون باید میگفتی دلیل مشکوک بودن شماره 1 و 2. آقای شماره 6 باز 90 به بالا از نظرم مافیایی. این کاری که آقای مهراب کرده از نظرت مشکوک بوده، چون به واسطه شهروندی یک نفر به یکی دیگه تارگت زده دیگه. درسته؟ خود ما اینم میتونست واسط مشکوک باشه. توی روز معارفه اومده اول شماره 3 رو تارگت کرده، بعدش گفته من فیلینگی اونا رو شهروند دارم. دو تاش تارگت کرده، دقیقاً همون خورده که از مهراب گرفتی. پس توی روی معینم میشه، توی ذهنیت تو میتونست معینم مشکوک باشه. به نظر مافیایی 7 تا 8 جفتتون استرس داشتید. آقای آریان توپق زدی، شما استرس بود. آقای علی پور احمد توی صحبت‌ها. ممنونم. میریم برای شب معارفه. دست روی میز نباشه. 5 4 3 2 1
تیم مافیا بیدار شه. گادفادر لایک. ناتو. شیاد. مرسی. خواب نقشایی که میگم به من لایک بدن. روی این تن. ممنونم. محقق. کاراگاه. دکتر. بازپرس. مرسی. 5 4 3 2 1 روز ابتدای صحبت آقای شایان با تعارف چالش. بفرم. 4 بعد من صحبت کنه، با 8 دیالوگ میکنم. من نظرم شهروندی به من تو بازی اتهام نزنین. آقایی که بعد از اتهام من شما به من اتهام زدید تو بازی لاگ داده، راجع من یک کلمه صحبت نکرده، نه شماره 2 نه شماره 10، حتی شماره 2 هم راجع به من اعلام موضع نکرده، گفته فرد تو شما که مافیا هست. ترجیحاً سایدم با شماره 2 تو بازی میگیرم چون مطمئنم من نظرم تو بازی مافیا هست. آقای شماره 9 یه نفر این آقای شماره 4 تو بازی تفکیک کرده، تو شایان اگه مافیا هست تارگت منو فالو کرده، رفته به اون کسی که من تارگت زده تو بازی گفته مشکوک، شما رو تاچ کرده. شما راجع به اون آقا مهران شما هستی بکنم نظر راجع به این آقا تو بازی صحبت نکرد. 9 تو بازی مافیا، 2 تو بازی مافیا. شماره 3 من شهروندم. بپذیر. نکس. نظرم با دست شروع بازی تو من تارگت میزنه، ولی کاری ندارم. سید ته صحبت باید شاهین رو تارگت میکردی. آره باید به شاهین تارگت میزدی. من خودم هم تو بازی از آریان هست شهروندی میگیرم. ببین من تو بازی که معارفه رو گوش نمیدین عصبی میکنم. من اول به این آقا تارگت زدم، گفتم واسه معارفه به تارگت میزنم مشکوکی. از دوتای قبل شروع صحبتم گفتم مشکوک نبودن ایمان. ته صحبتم گفتم از امین محمد فیلینگ شهروندی گرفتم، دوتاشون رو نگفتم فیلینگ شهروندی گرفتم. این نکته بود که معارفه شما دقت نکردید. مهران به نظرم سیفه. اصلا معارفه مهراب با من هیچ فرق نکرد. چجوری به این تاریخ زدید به من تاریخ نزد؟ چالش هم واسه مهران زیوری بعد من صحبت کنین. آقای شماره هیچ فکر نمی‌کنم مافیا باشه اینجوری بخواد برام تاریخ بزنه. از کاورش می‌کنم، به نظرم شهروندی. حالا امروز که کاورش می‌کنم. خودم شهروندم، معینم به نظرم شهروند. اولین نکته. مهران زیوری که اصلا معارفه نباید به این آقای مهراب تارگت میزد، چون با کارت خودت فهمیدی باید به این آقای ایمان تارگت بزنی. اون کارت تو رو قبل اینکه صحبت کنی ورشی واسش فکت آورده، بهش تارگت زده. پس تو که فکت داشتی تو معارفه مشکوکی. شایان به نظر این آقا مشکوک بوده؟ نبوده که، توی کدوم مشکوک داشتی. این آقای مهراب اومده این آقای ایمان رو تارگت کرده. خودت هم مهران زیوری تو گفتی لوکیشن 5 و 6 توش مافیاست. خب من با تو هم کاری ندارم. به نظرم 1 2 موین خودم فعلا که شهروندیم. این آقای نمیفهمم چه، حالا چالش بگیر برای شهروندی آروم باش. شما میتونین با فکت اینکه یکی استرس داره بهش بگین شهروند؟ میتونی یا نمیتونی؟ اصلا نمیتونین با فکت اینکه یکی استرس داره بهش بگین مافیا. آقای شاهین شایقی چجوری هم من مشکوکم به فکت استرس، همین آقای مهراب مشکوک به فکت که من خودم آوردم تو بازی، یا همینو تارگت کن دیگه. ببین یک حرکت باحالی زد دیروز، گفته بین این 3 نفر یه دونه مافیا هست، امروز 2 تا مافیا تولید کرده اونجا. اصلا منم میخوام بهش بگم شهروند. آقای معین رجزی فهمیدی من سیفم؟ کاریت معارفه چی شد پس؟ این آقای ایمان چی شد؟ حرفی که میزنه حرف معارفه نیست. همین مهدی کرمی این با کارت من رفته به آقای ایمان تارگت زده تو معارفه. چالشان شایان بعد من صحبت کنه. آقا اگه یک و شهروند داری مسیر بده بیادیم برای، چون اصلا جایی که تو مافیا داری نداره. میگه باید شایان به مهران تارگت میزد، حالا شایان نزد. شایان مشروع داری، مهران چیه پس؟ بزن دیگه، تو هم تارگت بزن، چون به نظر ما سیف مافیاست. میشه مسیر مشترک نداشته باشی دلی بهم بگی شهروند. به نظر من تو رو امروز انقدر موافق ندارم، چون این کارش عجیب غریب تره. اگه تو بهش گفتی شهروند ولش کن. آقای مهران پس معینی چی؟ بعد به من تارگت میزد. یکم شهروند داری، اونور مافیا داری؟ نداری. به نظر من که اصلا میری، من خاطر فکت معرفت به تارگت میزنم، ولی به این تارگت زدی، گفتی با کارت خودم به تارگت میزنم. مثلا
نیازی نبودم چین کاری بنازن که تو سیف مافیایی. آقا شماره 10 اومده به همه تقریبا تارگت زده تو معارفه، یعنی کسایی که تارگت زده من توشون اونقدر مشکوک نشدم. من نمیدونم چالش بگیرید بخواید بهش تارگت بزنید. من خواستم تارگتش کنم ولی ندیدم شما چالش بگیرید، واسه همین بهش تارگت نزدم. چون آریانو تقریبا شهروند دارم، شایانم شهروند دارم تقریبی. من صحبت کنم. آقا شهروند نکنید، من یکم ذهنم ریخته به هم. مهران زیوری و معین بینشون مافیاست، حتما بینتون مافیا هست. حالا نمیدونم خب مهران زیوری اصلا چه حرف اشتباه و بدیه میزنی؟ ناتو نمیتونه معارف شهیدو گردن بگیره؟ خب چرا نمیتونستم من با فکت استرس به خود تارگت بزنم؟ فکتی که آوردی به نظرم با مهران جالب بود، گفتم مهران به نظرم مشکوک بوده. حالا معین بعد راجع به ایمان نظر بده. خب اصلا چی بوده ایمان؟ مگه امروز وارد بازی شده؟ معارفه انقدی برات مشکوک بوده که امروز یه نفر صحبت نکرده رفتی ایمانو تارگت کردی، رفتی همونیه که ایمانو تارگت نکرده تارگت کردی دیگه. بعد ایمان انقدی برات مافیا بوده که بعد صبر می‌کردی خودش صحبت کنه، بعد چالش بگیری وارد بازی بشی ببینی اعلام موضع ایمان نسبت به معین چیه، معین چی میگه نسبت به ایمان، بعد جفتشون رو با هم تارگت کنی دیگه. مهران زیوری که مشکوکه. نکس. سپاسگزارم آقای شماره 9. من به شما تو بازی احترام دارم، ترجیح دادم من نادیده بگیری، لباس نامری پوشیدم تو دیگه. آقای شماره 2 من تو چین شهروندی شما هستم، اکسپت نمی‌کنم، نظرم تو بازی مافیا هستی. آقای شماره 6 فهمیدی من تو بازی شهروندم، تو لوکیشن 2 شماره 9 بعد دنبال مافیا بگردی، نمیتونی چیز جدید تو بازی خلق کنی. پا میشی من از این آقا خورده گرفتم که به شما تو بازی اتهام میزنه. این آقا به من میگه که باید با یه اتهام به شخصیتی که وارد بازی میشدم شما، این آقا سه میگه من شما رو تحلیل کنم. 9 گفتم به شما تاگ بزنه، خودم بعد بگم شما تو بازی چی. امروز این آقا به من گفته تو بازی شهروند، پس من تو بازی شهروند نمیتونه یار من باشه بیاد یکو بکنه شهروند تو لوکیشن دنبال مافیا نگرده. پس شما خودت میدونی اون آقا تو بازی اتهام میزنه، چون من تو لوکیشن 2 9 تو بازی مافیا دارم. نمیخوای تارگت من از بازی بکنید، من با یک تارگت هم میاره تو بازپرسی. نکس. چقدر باحال. تا حالا ندیدم یه پلیر با کارت خودش میزو تحلیل کنه. ایول. آبش موزه ندین جدی. به یکی تارگت زده، یارو گفته نفر دوم شما شهروندی، گفته نه دیسلایک، چالشو از من گرفته خوش تارگت زده. شروع بازی من به تارگت زدم، من چیم؟ بعد این آقا گفته شما کار باحالی کردی، چون تو دو تا تارگت دنبال مافیا نگشته، اینم مافیاست. این دوتا شروع بازیشون به این آقا تارگت زدن، چجوری این مافیاست اونم مافیاست اینم مافیاست؟ عجیبه. من به نظرم این آقا شماره 1 مافیا هست. آریان جان چالش بگیر تارگت تو تحلیل کن. معرفت برام شعبان بود، امروز بود بازی نداشت. مهران 3 صحبت نکرد، خودت معرفه تای صحبتت گفتی با کارت خودم ایمانو تارگت میکنم، فکت نداشت که اینقدر بخوام تحلیلش کنم. مهرانم مشکوکه فعلا. نکس. ببین عزیزم، شما اگه شهروندی ما بخوایم باید بازی کنیم احتمالاً حذف میشیم. آخه نمیشه معارف فیلینگی همون رو رفته باشی دوباره فردا همون رو ادامه بدی. اینا با هم، اون گفته کاری ندارم سر اینکه رفتی اونجا تارگت زدی. پس شما بعد یه نظری راجع به اینجا بدی دیگه، راجع مهران زیوری اگه شهروندی فشار بذار روی شایان شایقی، چون معارفه به تو تارگت زد، امروز دوباره فشار گذاشت رو تو. من برام مشکوکی ولی میخوام خیلی به دادز پلی بدم، چون شایان شایقی هم برام مشکوک. آقا تو چالش برگرد. حرف نزدی که توی 10 و 7 مافیا هست ورود نکردن به بازی. چرا چالش نمیگیرید؟ چیزی شده؟ به نظرم حتما بینتون مافیا هست. آقای مهران زیوری مافیاست. آقا ببین تنش معرفه چی گفت؟ من معرفه گفتم 3 به نظرم مافیاست، معین جابری رو تو بازی کاورش میکنم. فهمیده از کارت خودش فقط 3 تو بازی مافیاست. با معرفه من با شعبان کردن معین مشکل داشتی یا تاگی کردن قطعی مافیات؟ من چرا تو بازی مافیا بودم؟ تو که به نظرم ناتویی. این نکته اول. شایان به نظر تو بازی مافیاست؟ بعید میدونم. فعلا نکس. بعدشون به نظرم مافیاست، چون تارگت های معارفم 3 تا از این ور بودم، خواستم وایسم اول تارگت هم صحبت کنن. این شماره 6 هم صحبت کرده، اصلا فکت لازم بوده، فکت لایق. مگه میشه یه پلیری که صحبت نکرده تو این سطح پلی بگی اون صحبت نکرده تارگت و معرفت چی شد، چرا پیگیری نکردی؟ آقا تو که به نظرم مشکوک هستی. مهم به نظر شماره 1 کارهای عجیب غریبی کردی دیگه، درسته؟ خیلی خب باید به ذهنیتت نسبت به این شماره 2 هم یه خورده مشکوک بشی دیگه. موزه‌شو نسبت به شماره 1 سر صحبت آورده پایین، اون با رول مافیایی قرص که نخورده، اون بهش گفته شهروند بیاد دوباره تارگتش کنه. بس به نظرم 1 مشکوک داری، باید به 2 هم ذهنیتت مشکوک باشه. به نظرم 2 مافیاست. نکست. خیلی خوب، ول کن آقا، من همین آقا رو گردن میگیرم. همین آقای شماره 10 من
گردنش میگیرم تو بازی. ببین شاهین شقیقی تو مخمی هی چالش میگیری میگی بین مهران زیوری اون یکی مافیاست، فقط به من تارگت میزنی فکتای اون یکی رو نمیاری. یعنی اذیتم میکنه این حرکتت. ببین آقای شماره 10 شما باختی بازیو، چون این آقای شماره 7 الان مافیا باشه چالش رو بده به یکی، قبل یا بعدش صحبت کنه مهم نیست، تو ترنش بده تارگت بزنی تو رفتنی. چون تو لایک دادی وقتی مهراب گفت بین 10 و 7 مافیا است تو بازی. چرا به این تارگت نزدی؟ جفت شهروندین؟ این مهراب تو به نظرم امروز شهروندی بود. خب پس به من تارگت نزن. من باید بگم بین شاهین شقیقی شماره 10 حتما مافیا است. چه بسا دوتاشون با هم میتونن مافیا باشن. چون 10 به نظرم مافیا است، شاهین شقیقی هم داره حرکت مشکوک میکنه تو بازی. امیر حسین بعد من صحبت کن. نظر در مورد اونی که دیروز نخواسته ورود بازی کنه، امروز اومده در مورد اون پلیری که تا الان وارد صحبت نشده میاد مافیا اعلام میکنه، خودت هم نواز میکنه، دارین چیه؟ الان از دید من امروز با دست 1 و 2 بازی شد، چون 1 نکست لول زده، یعنی گفتش که خودش مافیا نیست، تارگت کنندش مافیا نیست، اونی که بین خودش و یکی دیگه مافیا خواسته مافیا نیست، بازی رو از سر 4 نفر گذرونده که این مافیا پیدا کنه. پس بذارین نظر انتهایی 1 رو بدونیم. مهراب خیلی مشکوکی. شماره 6 قطع به یقین تو این بازی مافیاست. چرا؟ میگه موقعی که این آقای مهراب داشت میگه بین شماره 10 و آقای شماره 7 تو بازی ساید است، من لایک دادم. کدومتون دیدی من لایک داده باشم؟ قطع به یقین. مگه میشه شهروند تو دک بیا دروغ بگه؟ قطع به یقین مافیاست. حالا یه ذهنیت دیگه، تو فهمیدی این شماره 1 تو این بازی شهرونده. من چیکار کردم؟ این موینو که مافیا نداری داره صفر رو تارگت میکنه، میگه به نظر تو این بازی مافیایی. به موین مسیر دادم که این شهروندی که تو داری رو رها کنه بره به کسی تارگت بزنه که موزهش رو جلوی اون آورده پایین. اتفاقا شماره 2 اتکر بوده تو بازی. چجوری تو تونستی بفهمی من قطعی مافیام؟ قطع به یقین شماره 6 مافیاست. تک رای تک دفاع میکنیش بیرون، ساید من در میاد. نکس. توی 1 2 3 4 خودم آریان یه دونه مافیاست. توی 10 9 7 6 مثلا 2 تا مافیاست. این چیزیه که من از بازی فهمیدم. منطق بازی داره اینو به من میگه. آقای مهران، پس اینایی که من و موین که تو بازی گردن گرفتیم شهروندیم، درسته؟ این آقا مافیا باشه تارگتی که به شماره 2 داره میزنه اکارد مافیا کی داره میزنه؟ چرا داره به 2 تو بازی میزنه؟ پس 2 باید تو ذهنیتت شهروند باشه. 2 شهروند باشه باید بگی یکم تو بازی شهرونده، توی 3 و 4 هم مافیا نیست. صفر باید 2 تا مافیا بعد خودت داشته باشی. کی مافیاست؟ چالش خورش میکنید. امروز میاریدش دفاعیه. ساید بینشون. نکس. تاسف میخورم برای تیم مافیا. اگه مافیایی مهران زیوری خیلی داره تاری بدی. شایقی همون موقع تو گفتی که تو 9 10 مافیاست یا مثلا بین خودم و این ساید میگیرم، این لایک داد. بعد تو چجوری میتونی حالا فکت لایک و همونو بیاری راجع به این آقا؟ خب یا باید اینا رو چین کنی، یا اگه اون فکت به نظر درسته باز خود یار میشی با شایقی که آقای امیر مهدی چالش بگیری، یکی خارجتن داره به تو میگه مافیا، من حس میکنم دیگه بعد مافیا باشه اونجا. حالا مهران زیوری رو رای بدید بره مافیا هستم. امیر مهدی بعد من صحبت بکن لطفاً. آقای شماره 7 به نظرت مهراب مافیاه؟ حتما باید مهران زیوری رو تحلیل کنی دیگه. حتما باید 10 هم تحلیل بکنی. مهراب گفته بین خودت و 10 که مافیا از حرف نزده. مهران زیوری رو گردن گرفته. ترن آقای مهران زیوری به نظرش دیالوگای شهروندی بود. آقای مهراب اومده 10 رو گردن گرفت. تارگت خود مهراب رو تارگت کرده. حتما باید تحلیل کنی. به نظرم بین خودم مهراب 3 2 مافیا باشی یه دونه است. من اینجوری تو ذهنم میچینم. منم شهروندم مهراب. فکر نمی‌کنم تو هم مافیا باشی. مهران زیوری 10 بینشون ساید. حتما بینشون مافیا هست. آریان برام شهروند نیست. آریان داره تمام تلاششو میکنه که مهران زیوری رو لحظه‌ای چین کنه. خب چجوری تو ذهنت من مشکوکم؟ سر صحبت چالش گرفتم مهران زیوری رو تارگت کردم، به مهران میگه اگه شاید داره تارگت میکنی یار خودته. اصلا نظرم رفتار بدیه. اگه میدونی یه چالش بگیر دوباره بگو، چون من نفهم. آخه یه جور تارگت میزنه احساس میکنم من خودم مافیا. ولش کن آقا. این آقای شماره 7 چرا چالش دادی به 10؟ چرا چالش دادی به 10 که بیاد آقای مهران رو تارگت کنه؟ حالا مهران امروز چیکار کرده؟ این آقای مهرابی که امروز واسه مشکوک شده رو شهروند کرده، رفته به 10 تارگت زده. 10 او که مشکوک نشی. چجوری فهمیدی مهراب مشکوکه نرفتی به مهران زیوری تارگت بزنی؟ تو که مشکوکی داداش، مشکوکی. آره حتما تو. آقای آریان این آقای شماره 1 شهرونده.
خب بهم تارگت میزنه میکنمش، معارفه خیلی فاخری داشته میکنمش بیرون، 9 تا 1 بهش میدم، 9 تا 2 میکنمش بیرون، کارتم مافیا باشه. بهش گفتم شهروند نیه، به نظرت شهروند یا مافیاست؟ چالشم میدم با آقای معین بعد از من صحبت کنم. شما مشکوکی چرا؟ چون من توی 2-3 به نظرم حتما توی این بازی مافیا هست از کارت خودم. وقتی اینجا این دوستمون با من گفت قطعی مافیا، جفتتون لایک دادین. تو که توی ترنت گفته بودی من چون روز معارفه این لوکیشن رو تارگت کردم، اینا دستشون واسه چالش نیومده بالا منو تارگت کنن، واسم تو دیگه منو گذاشتی کنار دیگه، شهروند شده بودم واسه این رفیقمون که الان فهمیدی فکت اشتباه آورد واسه من. چرا لایک دادی؟ چرا لایک دادی سر مافیای من؟ نه آقا مشکوکی. شماره 6 آقا تو شهروند باشی من حاضرم با جون و دل این بازی رو ببازم، چون فکتی که آوردم نقض نداره. تو فهمیدی شماره 1 تو بازی شهروند هست، کسی که موزش جلوش آورده پایین شهروند دوباره تارگتش کرده. کسی که من شماره 2 تارگتش کردم کی بود؟ اتکر خوده. من به نظرت امروز مشکوک بودم، معارفه یه فکتی رو وسط آوردم نسبت به این که این آقای به ذهنیت، نسبت به ذهنیت خودت که این آقای مهراب تو بازی مافیا داری، باید برسی ذهنیت باید به معین رجب رضا مشکوک باشه. معین رجب رضا امروز سوی چالشی گرفته همون فکت منو کپی پیست کرده آورده واسه خودت. چجوری فهمیدی معین شهرونده؟ بیا برو بیرون آقا. نکس. یه حداقل 100% شده فهمیدیم. یه دکتر سیف بده فعلا. آقا بازی رو سید با چالشی گرفت، از کی خواسته برداره بازی رو؟ از مهران. آقا سید چالش گرفت واسه میگه اون تا اونجا داشته مهران تارگت می‌خورده، چالش گرفت بازی رو از این خواسته برگردونه دیگه. تو 2-3 با من دیالوگ کرد، گفت اگه می‌خواد یک تارگت بزنی باید به 2 تارگت بزنی. مهران چالشش خیلی عجیب بود. آقای پوراحمد به نظرم سیف مافیاست. آقای پوراحمد میگه آقای مهراب مافیاست، کسی که ازش تارگت خورده گفته تو به نظرم شهروندی. قبل از اینکه مهران تهرش برسه آقای مهراب گفته توی 7 و 10 مافیا هست، به خاطر اینکه ورود به بازی نداشتن. ترن چالش رو دادی به 10، صحبت کرده بود قبل خودت، چالش هم دادی صحبت کرد. چی شد فهمیدی این آقای مهراب مشکوکه؟ دیدی نفر قبل خودت آقای مهران توی بازی این همه تارگت خورد فهمیدی 10 مافیاست. چی فهمیدی مهراب مافیاست؟ آقای پوراحمد که به نظرم مافیا هست، مهران هم مافیا هست. ممنونم. این دوتا نیکست. کاور برای مهران. به نظر من که تو باز ترنت هم صحبت کردی، یعنی سایدی که بین تو و 10 بودو که اصلا نمیشه توش مافیا نمیشه. من بیشتر خودتو با آدز بالا دارم. آقا این آقای شماره باید بیام تو واسورسی نمیذارم ملغاشه، اصلا اجازه نمیدم ملغاشه. اگه حتی مهران هم مافیا باشه دو تا تارگت بیس زدی، چالش هم گرفتی بهش تارگت زدی، چون 4 و 5 درجا تارگتش کردن. من خودم بودم سیف مافیا، یعنی با کارت خودم تو روز یک بازی کردم. گفتم 7 و 10 می‌خواستم تارگت بزنم به کسایی که تارگت زدی نیومدن تو بازی، پس تو رو میذارم کنار، میرم جای دیگه. تارگت زدی بین 2 و 3 بگو، بین 2 و 3، چون 2 اونقدر تارگت نزدم. من معین با شماره 5 گردنش گرفتیم مهرانو. مثلا که رای بدید مهران بره مافیاست. آقا من اسمم امیر مهدی است. این آقای مهران به نظرم چین نداره تو بازی، چون این آقا که اومد به من تارگت زد باز رفت به مهران تارگت زد. آقا که تارگتشو گرفت، موین که پاور رو گذاشت روش، مهراب هم گفت تو 6 و 10 بکنید بیرون، به نظرم مهران مافیاست. راست میگم؟ ول کن آقا. من به نظرم شایان تو خودت و 7 مافیا هست. آره بهش تارگت بزن. تو 6 و 7 به نظرم 2 تا مافیا نبود، چون میدونی چی بهت میگم. این آقا اگه چالش می‌خواست بده به 10 که به یارش تارگت بزنه دیگه، خودش هم یا میرفت تارگت میزد یا میرفت همون تارگت. نظرم شهرونده مهران. این اصلا شهروندی مافیا چالش داشته بود تو بازی، چون این آقا ترنش دیده من چالش دادم 10 رو گردن گرفتم، دوباره چالش داد 10 منو گردن گرفت. بعدتر از اون همه گفتیم بین من و مهراب مافیاست، من خودم ترنم به مهراب گفتم شهروند، این نیومد منو تارگت کنه، رفته مهرابو تارگت کرد. از پشت داره خنجر میزنه.
کدومتون مافیایی؟ من یارتونم. هر کدومتون به من سناریو دادین بازیتون رو خراب کردم. اون آقا معرفه گفته بین این سه تا یه دونه مافیا است، امروز گفت 2 تا مافیا است. پس دل اونو به دست آوردم، با سناریوش رفتم جلو. پس امیرمهدی کرمی که به اون گفته شهروند نمیتونست من تارگت بزنه، پس به اونم تارگت نزدم. معرفه گفتم این مافیاست، این مشکوکه، امروز به این گفتم شهروند، به اون تارگت نزدم. تو خودت داری میگی دک بهت میگه شهروند، به من داره تارگت میزنی، دیگه به تو داره تارگت نمیزنم. گفتم آقا ول کنیم برو، شاید من شهروندم برم اینور تارگت بزنم، به این تارگت زدم. تو خودت شهروند داری به من مسیر میدی، به شهر شیخ تارگت بزنم، به شهر شیخ تارگت زدم. چرا من مافیام؟ تو گفتی بین 7 و 10 مافیا است، بین 7 و 10 دنبال مافیا گشتم. کدومتون مافیایید؟ به من یارتون سناریو دادید، من سناریوتون نبردم جلو، من داری میکنی بیرون. پس به من رأی نمیدین. هر مافیایی فردا با تارگت هم بیارید تو بازپرسی. تمام. مرسی. لطفاً بیایید آقای مهران. رأی گیری مجدد برای مهران. آقای مهران وسیع. ببین آقا، من چیزی که از بازی فهمیدم بین سه تا اول یه دونه مافیا است، چون این آقا به امیرمهدی کرمی تارگت زد، امیرمهدی اونو کاور کرده، این ایمان رفته گفته نه اون مافیا است. پس بین شما سه تا اول مافیا است. بین مهراب 7-10 یه دونه مافیا هستش. پس بین اینا که شهروند دارن خودشونو میکنن دنبال مافیا بگردید. این آقای معین، آقای آریان، آقای شریقی حتما مافیا است تو بازی. پس ولش کنیم. بازپرسی کلاسیک. آقای شماره 10، آقای شماره 7، 2 تا از دوستامون از شهر آمل بیارید، شناختی هم میدونن که کی شهرونده کی مافیا است، هم دیگه رو گردن بگیرن. پس من شهروند بودم، به من رأی دادین. شماره 10، شماره 7. آره افتخار از تو رو وصیتت میکنم. تو نفهمیدی من شهروندم، مافیایی. یه دونه چالش گرفتی فقط گفتی مهران زیبری فلان بیسا. آریان افتخار از قطعی مافیا است، بین 7 تا مافیا است. نکس. مرسی ما بازی کنید. لطفاً خارج از سالن. شب خواب. محقق تیم مافیا بیدار شه. شیاد کارگاه دکتر بازپرس
5 4 3 2 1 روز خداحافظی کردیم با شماره 3 آقای ایمان. ممنونم که با ما بازی کردین. لطفاً بیا. درخواست اعلام وضعیت. از بازی شما 2 نفر خارج شدن، هر دو شهروند. به اکت بازپرس شماره 7 و شماره 2 به ترتیب از خودشون دفاع کنن. اول آقای علیسو. خب کسی فکر نکنم تو این بازی بتونه به من بگه مافیا، چون مسلما 4 تا پلیر اونجا آشتی کردن. این اکتار نداره مهراب. من که از بازپرسی در بیا مطمئنم تو رو تک خروج بازی میکنم. حالا آره، چون من تو معارفه اومدم گفتم معین رجب نژاد امکان مافیایی داره، این دوتا امکان مافیایی داره. یکی دیگه بالاخای کارت من ساید برداشته، تو اومدی بالا خودت کارت منو سر دادی، اومدی اینجا تارگت کردی، معین تارگت کرده، همه با کارت من بازی کردن. این طرف من مکافی انداختم روز معارفه، بعد خودم ندیدم کسی بعد من دنبال مافیای قطعی بگرده مگر اینکه 9 رو تارگت کرده باشین که خود 9 هم منو تارگت نکرده. پس بازپرس اگه دور مافیا داره لایک میده، اگر دور مافیا نداره دیسلایک میده. تموم شد اصلا. نگاه کن تو بازپرسی که شروع شده ترنم شروع نشده اینا دارن دیسلایک میدن. از کارت هرچی هست که از بازی میری بیرون. این آقا دیروز اصلا فکر کنم مافیاست دیگه، چون شایان که به نظرم شهرونده. حالا اصلا تهش مهراب مافیا باشه، این مهرانزیوری کرده. این آقا فقط دیروز داشته 2 تا شهروند تارگت می‌زده، یه جا ولش کردیم رفته مهرانزیوری رو بهش تارگت زده دیگه. پس به خود میگم مشکوک. 10 مشکوکه، تو 4 5 6 به نظرم یه مافیا ساریان مافیا. خودت تو الان تو دیالوگت وقتی گفتی 10 مشکوکه بازم بازی رو از سر من رد دادی، چون 10 بعد کارت من اومده با این خروجی شهروند شما سایت برداشته. پس باید کار شهروندی منو دیده باشه که به من گفته شهروند، یعنی باید به من بگید شهروند. من شو شهروندتونم، امروزم یه خروجی سیف دارم، فقط باید از این بازپرسی در بیام تا بتونم خروجی سیفم این های مهرابو تک خروج بازی کنم. آقا باید بری دیگه، باید بری وصیت کنی. من که نمیتونم بفهمم شما شهروندی، چون دیروز چالش رو دادی به این آقای 10 که این آقای مهرانزیوری از بازی بکنه بیرون دیگه. خب امروز به اون آقا هم تارگت نمیزنی. اون آقا چیه؟ خودت چالش دادی به این آقای 10 که مهرانزیوری رو بکنه بیرون، در صورتی که من اینجا چالش می‌خواستم. پس میری وصیت می‌کنی که کی مافیاست. مهراب به نظرت مافیاست؟ دیروز آقای شایان شایقی بهش گفته شهروند، به خودت هم تارگت زده، نرفتی با سایت بگیری. پس تموم شد. امروز میری وصیت می‌کنی، من تو رو می‌کنم بیرون داداش. ممنونم. آره. شب همه خواب. بازپرس روز آقای امیر حسین رایت آقای شماره 7 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 آقای علی وصیت. چجوری بازی میکنید؟ من موندم، چون همتون به این نتیجه رسیدید که این مافیاست. اینا از خوش از بازی کردید بیرون، بعدش اومدید به من میگی مافیا. منی که یه تارگت به شهروند قطعیتون نزدم، مسلم بود که تو اون لوکیشن مافیا زیاد باید باشه که این آقا خروجی پیدا کرده، چون همتون آشتی کردین این آقا خروجی پیدا کرده. نکست. ممنونم، مرسی با ما بازی کردید. لطفا خارج از سالن. ساید پلیر خارج شده. مافیا سر بچه ها یه لحظه اجازه بدید. ابتدای صحبت آقای امیر حسین، بفرمایید. آقا ولش کن. یه رأی میدید معین جابری میاد دفاعیه، یه رأی میدید آریان افتخارآزاد میاد دفاعیه. همینجا ساید رو جفتتون رو کاور میکنم. اون وقت پاسپورت صاحب نظر
ته صحبت گفت 7 مشکوکه، تو هم تارگت کرد جفت تو باسپورس. کی شایان ازت باسپورسه؟ خب باش، پس یه راه میدید هم آریان میاد دفاعی هم آقای مهم میاد دفاعی. دکو کاور کردی، اینو کردیش بیرون. من چیکار کردم روز یک به این آقا تارگت زدم، همه تو من گفتی شعبان بکش کنار. من شعبان شدم روز یک از طرف کیا؟ خود آقای مرازیوری که رفته بیرون، بعد وصیت نکرد. راه میدید آریان و این آقا میاد دفاعی. نکس. به نظر شماره 2 باید مافیا باشه. شماره 2 مافیا نیست. آقای علی پوراحمد رأی 2 نداده به این کسی که شهروند بود از روند بازی خارج شد. شما رأی 2 دادی؟ رأی 2 دادی دیگه. مگه میشه مافیایی که رأی 2 نداده یارو شهرونده موضعشو جلوش تو بازپرسی باخته؟ کسی که رأی 2 نداده؟ آقا خودم میدونم شهروندم، دنگ دادم مافیا رفته. به نظرم شماره 2 مافیا هست، بین خودت و معین هم مافیا هست. نکس. چالش مثل موین بعد من فقط صحبت کن، حتما هم برگرد. من باسپورس نیستم ولی شماره 10 برام شهروند نیست. شماره 2 که برام، شماره 10 که برام شهروند نیست. یعنی من اینجوری تو ذهنم آریان افتخارآذر موین تو ذهنم آدز داره شهروند باشه. چرا؟ چون وقتی که دیروز من به شماره 7 تارگت زدم یه نفر با من همراه بود، آقای موین بود. فصل لایک داد، گفت به نظرم 7 حتما مافیاست. تو هم تو رو اصلا برای همین تو ذهنم شهروندی. پس آریان افتخارآذر که به نظرم مافیا هست. این از این. مهران زیوری گفته بین 7 تا که حتما مافیاست. سر بازپرسیش اومده دفاعیه به به امیر مهدی رای دادی. یه جایی بازی بهش تارگت نزده بوده آقای آریان افتخارآذر. آریان که مافیاست. این آقای شماره 10 مادزار مافیا باشه تو ذهنم. اگه شماره 1 شهروند باشه، آقای شماره 1 من شهروندم. دیروز این آقای شماره 7 از بازی خارج شده، سر ترنم گفتم آقای شماره 7 به نظرم حتما مافیا، یه دونه رای 1 بهش دادم. دیروز گفتی امیر مهدی هم مافیاست. شهروندی داو تارگت کن، آریان مافیاست. نکس. آقا ده که اصلا شروع بازیش گفته بین 2 و 3 مافیاست. 3 اتکر مهران گفته با آقای شماره 10 بیام تو بازپرسی، ملغا دوست دارم نشه، میدمش بیرون. چجوری بازپرسه؟ اصلا ما 3 تو بازپرسی باشه. اگه بازپرسی به نظر همون شایان بازپرسه. خیلی عجیبه این محمد شهروند داریم به من تارگت میزنین. آقای امیرحسین بین من و مهراب مافیاست. شهروند دیروز اومده تو دفاعیه، شما 4 تا رای 1 داشتی. رای 1 کیا بودن؟ نه 4 تا رای 1 داشتی. رای 1 کیا بودن؟ داشتی عزیز دلم. این آقا آقای مهران و آقای شایان، یکی اینجا به رای داد. 4 تا رای 1 داشتی. من آقای مهراب مافیا بینمون یه دونه هست. شهروند اومده تو دفاعیه، رای 5 ندید، تو بیا تو دفاعی، بعدش چجوری بین من و این مافیا داری؟ آریان آقای سید امیرحسین، این دو تا که باکسن، منو تارگت نکن. مهراب نکته شماره که آقا من بازپرسی مساوی نکردم. رای دادم مخالف نظر با جهت ذهنی شما مافیام تو بازپرسی بوده، مساوی نکردم تو بازی. از نظر من این آقا تو بازی مافیا هست. شما این آقا طبق میدونی چی به من میگه میکنم بیرون، داری بازی منو خراب میکنی. یعنی هنوز با همه دیالوگایی که من نسبت داشتم از نظر ذهنیش من شهروندی که دارم بهش اتهام میزنم. این آقا رو رای 2 داده رفته تو بازپرسی، کسی که اون شخص رو حمایت میکرده رفته، این آقا تو بازی مونده. از نظر من این آقا تو بازی مافیا هست. تو معتقدی 10 تو بازی شهروند نیست، من باید برم اتهامش کنم. 2 نفر چپ و راستی تو بازی تو ترن 1 به تو یه خورده گرفتن. این آقا دیروز یه خورده به تو گرفت. اون آقا گفت به نظرم تو بازی مافیا، به من گفت با تو بازی کنم بازی رو میبازم. امون چندش با من تو بازی، من که تو بازی شهروندم. از نظرم 2 تو بازی مافیا هست. به نظر چه کارت میل منو دور تو بازی باز کنه. به نظرم بین من و این آقا تو بازی مافیا باشه عزیزم. چی داری هوا سرده؟ الان میگم پنکر برات خاموش بکن. نکس. ببین آقا شما تورنمنتی بخواید بازی کنید، چیز واضحی بود که بعد اینجا رو بازی کردید. اصلا من چه میدونم کیو وصیت کرده. من رفیقم آوردم، رفتم دم خونه‌شون آوردمش اینجا خودم بازی کنیم، بهش تارگت زدم، مسیر دادم، گفتم برات آد شهروندی میذارم. این کارو چیه؟ شایقی دیروز داشتش گفت آریا افتخارآذر شهروند نیست. چرا؟ چون داره اینو با من داره مهران زیوری از الان چین میکنه. مهران زیوری کارتش چی خونده؟ شهروند. شایقی چجوری میدونسته دیگه من شهروند کنه منو وقتی دارم باش تارگت میزنم به اون که کارتش براش رو نشده، مافیا سیفه. من اومدم به اون مسیر دادم، این میگه داره اینو چین میکنه از دیروز. پس جای شاقی که مافیاست، تو 1 و 2 هم مافیاست. اگه دیگه خیلی بد باشه باید بگم معین مافیاست که داره به تو میگه شهروند. ترسناکه به تو بگه آدم شهروند. این به تو گفت شهروند، تو گفتی نه برو بیرون. ترسناکه یکی به تو بگه شهروند. شاقی سیف مافیاست. ببین من کی گفتم میگم خدا رو شکر مهران زیوری رایم نه. من صحبت کنم. آقای آریان مهران زیوری از بازی خارج شده، گفته بین 7 و 10 حتما مافیا هست. بازپرسی اعلام ساید آقای مهران زیوری شده شهروند. تو بازپرسی یکی از وصیت‌های آقای مهران زیوری حضور داشته. به قول خود دیرو تارگتش نکردی دیگه. چجوری رای دادی امیر مهدی؟
چجوری تو ذهنت اومد امیر مهدیه که تو بازی بیگناه بوده؟ یعنی واقعا دلت سنگه به امیر مهدی رای دادی. آقای آریان افتخارآذر که مافیاست، شماره 10 هم مافیاست. ببین عزیزم، من تو ذهنم نمیتونم بگم آقای امیر مهدی یار شماره 7 بوده. دیروز دک شهروند داشته آقای مهرانزیوری رو تارگت میکرده، به من مسیر بده بگه 7 رو تارگت کن. برای همین تو ذهنم آدزار شهروند باشه. امروز آقای شماره 10 آقای آریان افتخارآذر. نکس. من شاهینه که کاورش نکته آقای آریان افتخارآذر مهم میگه من شهروندم، 1 و 2 رو با هم داره کاور میکنه، میگه تو 10 با هم مافیایید. موین شهروند بد پلیه؟ نه نمیتونی بگی این آقای موین شهروند بد پلی، هیچی از بازی نمیفهمه، حتما توی 1 و 2 مافیا هستش. شایان شایخی سیف حافظی میگه شایان بازپرسه. نه تک رای آریان افتخارآذر میاد دفاعی میکنیدش بیرون. ببین من روز یک درست بوده، گفتم توی 1 2 3 موین خودم شایان من با آریان به نظرم یه دونه مافیاست. توی 10 این آقای شایان با این دوتا استاد به نظر 2 تا مافیا. این آقا مگه شعبان بوده بد بازی کرده. رای میده آریان میاد تک دفاع میره بیرون. نکس. تو میشه یه دقیقه اینو ولش کنی؟ ولش کن. آقای سید شما بعد من صحبت کن لطفاً. بد بوده که اگه 10 مافیا باشه به نظرم 10 شد 2 تا مافیا دوست دارید. حالا اشکال نداره، ما هم اشتباه کردیم. امیر محمد کاور شهروند گرفت رای 2 داده بهش، پس شهرونده. آره فک شهروند. امیر مهدی آیه آریان روز 1 من به آقای سید امیرحسین میدونی چی گفتم؟ شروع بازی مثلا چالشو گرفتم بیهوده شهروندشو تارگت می‌خورده، گفتم امیرحسین جان باید به شایان تارگت می‌زدی. شایان سیف مافیات، من مشکوکم چون به این گفتم شهروند. این آقا ورود به بازی روز 1 ترنش گفته تو 7 و 10 هنوز چالش نگرفته مافیا هست. دیتای بازی اینه که بین 7 و 10 مافیا هست. 7 رفته خونده مافیا. خیلی راحت هم هست توی چیدمان رأی بازپرسی مات بگم این شهرونده. تو آقای سید امیرحسین رأی بازپرسی دادین به امین مهدی که برام تو ذهنم شهرونده، باید بهتون تارگت بزنم. شایان هم فهمیده تو ذهنت شهروندی هستی که داری این مافیا رو با این شهرونده باکس می‌کنی. چرا باید رأی دو بده؟ چرا باید رأی دو بده؟ اصلا ذهنیتت که اشتباهه. 10 آقای آریان به نظر مافیا است. آقا من چالش از نظرم خودم آریان مهراب شما و شماره 1 تو بازی ما 4 تا شهروندیم. بین آقای شایان، آقای معین رجب نژاد، آقای شماره 2 به نظرم چین مافیا نشسته. کدوم تو شهروندی؟ استاد این فکتی که میاری میگی منو با این آقای آریان با هم دیگه چین مافیایی. این آقای علی پور احمد به اون شهروند دیروز رأی 2 نداده، این آقای آریان به اون شهروند رأی 2 نداده. من تصمیم گرفتم تارگتشو نگرفتم، دستم واسه تارگت جلو نبود. دیدم 5 تا اومده بالا، رأی 6 میکشم خودم کثیف کنم. خب میذارم شما 5 تا شهروند رأی بدین، شهروند رو از رول بازی بکنین بیرون. مگه میشه همچین ذهنیتی؟ آقا اگه تو شهروندی که اصلا فکت داری، نمیدونم آقا اونو کاور نکن، چون خودم شهروندم. این آقای آریان رو هم مافیا ندارم، باید اون سر بازپرسی بره ساید ما 2 نفر در بیاد. نکس. میدونی باید به من چی بگه تو بازی؟ باید بگه دمت گرم داداش، تو چه آدم خفنی هستی. دیروز 7 چالش داد، گفت چالش داد شایان، گرفتم گفتم شما رفت چرا چالش دادی به 10 که بره مهرانزیوری یه شهروند بازی بکنه بیرون؟ خودت به نظرم مافیای آقای معین رجب نژاد که بهش تارگت صفر نمیزنی، قطعی مافیا نیست. دیروز گفت باکس 6 و 7 هم دیگه مافیا، گفتم اینجا به نظرم یه دونه مافیاست. کاور مهرانزیوری رو گرفتم دیروز 7 تا گردن گرفتم. این میتونستی تو امروز به من تارگت بزنی؟ پس ببین آقا اصلا بازی این آقای معین رجب نژاد رو میبینی مافیا سیف بازی کرده، خوبه اوکیه بز ببره. من امروز تو 7 تا این آقا رو میکنم بیرون، تو 5 تا آریان رو میکنم بیرون که یاس به این آقا دست نمیدید. بازی همینه. معین رجب نژاد مافیاس میخوام ببره چون این آقا شهروند بود، آریان شهروند بود، این آقا یه شهروند بین اینا بود. باید بازی رو میفهمید، نفهمید دیگه. این آقا تنها کسیه که امروز باید منو کاور کنه. گفتم مهرانزیوری مافیا نیست، این آقا به نظرش مهرانزیوری شهروند، به نظر مهراب شهرونده. گفتم چجوری رفتی به مهراب تارگت زدی نرفتی به مهرانزیوری تارگت بزنی؟ باز داره به من تا پس همین آقا رو بکنید بیرون. 10 و 8 با هم میرید تو. یعنی این آقای شماره 10 ذهنیتش اینه که کسایی که تو بازپرسی به این مافیایی که اصلا خارج از سایت بوده، چون امیر مهدی دیروز مداخله داشته تو مهرانزیوری، تو خروجش، توی کاورش دخالت داشته. ما مافیاییم که یه یاری که اصلا دخالت نداشته رو تارگت کردیم دیروز. به نظر آریان به نظرم آریان 10 به نظرم چینن. یعنی من اینجوری بعد تو ذهنم باشه این آقا به نظرش بین من و معین مافیا هست. دیروز خواستم مهران رو تارگت کنم، گفتم خود معین بره مهران رو تارگت بکنه، خودم مافیا خواستم کارت یارم دخالت بدم برای خروج شهرونده. این آقا که مافیاست، آریان هم مافیا. 4 تا تو به نظرم شهروندی. نکس. شایقی میگه امیر مهدی شهروند، این آقا مافیاست.
من مافیا میترسم. 2-3 تا اکت اینجوری دیدم که احتمالاً این آقا میره تو بازپرسی. من دیروز رأی به شهروند ندادم، یه رأی میدم تو بازپرسی به این آقا. بعد بازی به داورا میگم داور عزیز من مافیام، احتمالاً یارم میرفته دیگه، مجبور بودم رأی بدم، ببخشید من اندازه موهای کلت تورنمنت بازی کردم. خب من باید چیکار کنم مافیا باشم؟ شهروند تاریخ کام رأی ندم، پوینت نخرم برای خودم. میفهمید دارید چیکار میکنید اصلا تو بازی؟ این آقا یار من اینجوری داره کاور میکنه. اصلا این آقا که مگه فکت شهروندی دیروز درش نیورد؟ این آقا مافیا بود، گفته بود در خودم مافیاست، اینو اصلا گذشت لادری، اونو دیده بود شهرونده، داشت گفت اینو داره چین میکنه. فردا آریان اصلا مشکوک نکنید. من خودم فهمیدم این مشکوکه. به مهران زیوری گفتم داداش بیا برو شایقی رو تارگت کن، نکرد. پس بچهای خوبی هستید، دستتون رو میذارید زمین، رای میدید آقای شایقی از بازی خارج میشه. تک میدید آقای شایقی از بازی خارج میشه. فارغ از اینکه یه با آدم میگی میکنه بیرون، یه چیزی بگو آدم متوجه بشه. فقط میگی میکنه بیرون، هم چه جوری؟ این آقا به نظر تو بازی میتونه بازپرس باشه؟ خیر. این آقای شماره 9 بازپرس باشه که این آقا تو بازی لاین اتهامش نبوده، وارد بازپرسی نمیکنه دیگه. 2 نفر چبورازیش اتهام میزنن، نهایتا 7 با یکی از این افراد، پس بازپرس نیست. باز ذهن تو یه نفر رد داده به این آقا، تارگتش نرفته بیرون، بعد از خروجی اون مافیا فشار داره میذاره از بازی بکنه بیرون. باز ذهن تو بعد دیگه همون 10 تو بازی بازپرس میتونه باشه دیگه. اوکی اینو بذار تو بازی شهروند، خودم تو بازی شهروندم، اون آقا به اون مافیا، به اون شهروندی که شما تارگتش کردین تو بازی رأی نده، اون مافیا داشته به تو زمانی که شهروند رو اتهام کرده میگفته مشکوک، خودت تو بازی فاز شهروندی باشه، پوینت اون نمیخره که فردا به تو بازی اتهام بزنیم، گفته بازپرسی ملغاشه، طوری میکنم بیرون. حالا این آقا با یه شهروند تو بازپرسی بوده، از ذهنیتش این بوده که بازپرسی ملغا بشه، حتی یه تامفورس به این نمیزده. این آقا رأی داده بوده، اون آقا کاور کرده بوده، اون رفته، چرا این اتهام نمیخوره؟ چرا شهرونده؟ چرا شهرونده؟ کلتون رو کاور میکنم. به اون آقا تو بازی رأی میدم، به آقای شماره 2 تو بازی رأی میدم. نکس. ممنونم. 7 نفریم با 3 رأی دفاع. رأی گیری از سر صحبت امروز. رأی گیری برای آقای امیرحسین، دفاع. شایان، دفاع. آریان، دفاع. مهراب، معین، امیر مهدی، دفاع و آقای شایان. آقای 4 نفر از خودشون دفاع میکنن. اول آقای امیر حسین، بعد آقای شایان، بعد آریان و بعدش امیر مهدی. به ترتیب از خودتون دفاع کنید. اونجا که یه دونه شهروند نشسته بین آقای مهراب و آقای معین. آقای مهراب مگه نمیگفتی آقای معین رجب نژاد قطع به یقین تو این بازی مافیاست؟ گفتم بین خودتون معین تو بازی مافیا هست. آقا به نظرتون بازی کال آف دیوتیه؟ من و این آقای آریان با هم دیگه یار باشیم اومدیم به جنگ شما شهرونده با تفنگ بزنیم همتون رو لطو پار کنیم؟ مگه میشه من و آریان با هم دیگه تو بازی مافیا بشیم؟ لقمه که نمیتونین برعکس بخورین. تو هفتاییم باید این دوستمون شماره 2 رو از روند بازی خارج کنین، ساید 2 تا پلیر با هم دیگه در بیاد. آقا شماره 1 رو تارگت نمی‌کنین. شماره 1 از روز 1 فهمیده شماره 2 تو بازی مافیا هست. شماره 2 موزه رو به شماره 1 باخته از روز 1. امروز هم تارگتش نکرده، میگه 3 تا رو میکنم بیرون 4می میام سراغ. آقا مگه میشه اون شهروند باشه این تارگت نکنه؟ رای بدین شماره 2 رو از روند بازی خارج کنین. نکس. با یه شماره 1 چیکار می‌کنی آقا؟ ببین ماهایی که داری تارگت میکنی رای دادیم تو بازپرسی به مافیا. دیروز ترمو مافیا تارگت کردیم دیگه، امروز چجوری ما همه مافیاییم؟ آقا من اینجوری میگم، من به نظرم شهروندی ها، ولی میخوام تورنمنتی بازی کنم. بگم بین 10-1 یه دونه از آریان مافیاست. یعنی من این تو ذهنم میخواد اینجوری میخوام بگم بازی کنم که اگه بعد بازی مافیا بودی بهمون نخندی، حداقل بگی اینجوری بازی رفتار کردی. آریان که مافیا هست. آریان میگه من امروز مافیام. این آقا به نظرش امیر مهدی مافیاست، میگه این آقا به نظرم شهرونده. من یار امیر مهدی ام به نظرت آقا آریان افتخارآزاد؟ تو 1% الان شهروند بودی باید میگفتی 10 و 1 با هم مافیان، که این هی داره میگه ساید اینجا چجوری ما میتونیم با هم مافیا بشیم؟ به ساید 2 نفر یا تو میری بیرون یا امیر مهدی. 1 ولی از اول بازی ساید گرفته با آقای امیر مهدی. چرا دیگه 1 ساید گرفته از اول با امیر مهدی؟ ببین من احترام میذارم و میدونم رأی نمیدید دیگه، چون من مهران زیوری حالت نقشداری صحبت کرد تو معارفه. من مافیام، میرم نقشدار رو میخورم، پوینت برای خودم جمع میکنم توی تورنمنت. پس میدونم که شما این چیزا رو درک میکنید و میدید که من شهروندم. و با احترام رأی میدید به شایقی عزیزم از بازی خارج میشه.
آقا امروز که رای میدید 10. مهراب شهروندی، منم شهروندم، شایانم شهرونده. بینتون هر آریان جان حتی اگه شهروندی شایان اشتباه داده تارگت می‌کنه نمیدونم، چون ممکنه یک کدوم هم با هم مافیا باشن. چون این آقا میگه میدونی من دیروز چی گفتم داداش؟ من و شایان ما هم مافیاییم. دیروز 2 تا مافیا تاریخ کردی، گفتم نه 2 تا مافیا رو ول کن، تو رو خدا برون شهر همون روز میکنمت بیرون، نمیذارم نفس بکشی، من به تو موضع میدم. امروز 10 رو از بازی میکنه بیرون به سایر خودم، فردا خودم میرم بیرون. یعنی قرار بفهمید تو تک دنگ بازپرسی من که این آقای 10 بوده، دیروز با مهران زیوری سایت گرفته، کاورشو گرفتم، به 7 تارگت زدم، امروز این آقا رو بکنید بیرون به سایر خودم که بفهمید فردا من مافیام. پس همتون 1 2 3 4 که اصلا 3 تا با هم رأی بدم مهم نیست، ما همه رای میدیم به 10 از بازی میره بیرون. شهروند بود قصه نخورید، من فردا بازی در میاد، من همین 10 میره. ممنونم. بیستید لطفاً کسایی که داخل دفاعی هستند. شما به هم حق رای دارین. رای گیری مجدد برای آقای امیرحسین، رای گیری برای شایان، رای گیری برای آریان و رای گیری برای امیر مهدی. آقای امیرحسین وصیت. بعد من شماره 2 رو حتما از روال بازی خارج میکنین، چون خودم شهروند بودم. این آقای آریان رو تو بازی مافیا نداشتم. 2 نفر اومدن توی بازپرسی، این آقای علیپور احمد تو بازی مافیا بوده، اون آقای امیر مهدی شهروندی بوده که به شهروند رأی 2 داده. مگه میشه موزه رو جلوی اون ببازه، موزهشو بیاره پایین خودش تو بازپرسی بره؟ خودم میدونم شهرونده، به این آقای امیر مهدی تو بازی دنگ دادم، چجوری نکردینش بیرون؟ خیلی بد اونجا شهروند نشست. خارج از سالن. شب خواب. محقق تیم مافیا بیدار شه. تیم مافیا قرار ناتویی خودش رو انجام بده. شیاد کاراگاه پنج 4 3 2 1 روز درخواست اعلام وضعیت. از بازی شما تا الان 2 مافیا خارج شده.
ابتدای صحبت آقای آریان، انتهای صحبت آقای مهراب. آریان شهرونده. خب رای دوشم با توز به تو. رای دوهای استاد شایان بود، من بودم، امیر مهدی بود، با کی رای چهارش مهم بود. تو آریان رای نداری، بین تو مافیا آخره دیگه. بازم میگم روز یک خط کشی درست بود. نکس. بابا چه آدم یزیدی هستی، همه رو فروختی ها. من میرم بیرون شایقی رو وصیت میکنم، تو 4 تا میدینش بیرون. خودتون اون آقا رو شهروند کردید، چرا نمیخوایم بهش تارگت بزنیم؟ نه شایقی مافیاست. بابا این اصلا یزیده، این اصلا نباید به مهران زیبایی تارگت میزد اونجوری که. دیروز بهش گفتم دیگه، یکم به نظرتون مافیاست، این اومد اونجوری دیالوگ مثلا گفت من میگم خنده بگیرم، نمیدونم جای پارو گذاشت. این آقا که رأی شمرده نشد برای اون آقا. 3 تا رأی داشت، شما بودید. اون آقا و من و این آقا رأی دادیم به این آقا، خودش رأی نداد مساوی شه. 3 تا رأی داشت، شایقی رأی اینجوری آورد، حساب نشد. من و اون آقا رأی دادیم شایان، اون آقا خودش رأی نداد مساوی شه. سابقه هم که نداشتن. شایان مافیاست دیگه. اصلا من میشه داداش، روز یک بهتون گفتم این مهراب همون ترنش شروع شد گفت تو 70 حتما مافیا از فصلایی که خودم دادم، معینم دیدم تارگت. من امروز این آقا رو یکو میخوام بکنمش بیرون، شهرونده خیلی بد بوده دیگه. آقا این دنگ بازپرسین بود، روز یک باش من رای یک دادی، خودتو کاور کردم، گفتم 7 مافیاس به 7 گفتم چرا به 10 چالش دادی، دیروز 10 کردم بیرون به من رای یک دادی، پس شهروند بودی که خیلی بد بودی بازی کردی دیگه. امروز باید ترن آقای آریان تارگت بزنی. آقای آریان شایان شایقی فروخته، خیلی خوب فروخته، چون من که شهروندم، تو بازپرسی منو نگه داشته، به یارش دنگ داده، باز با من بازی کرده، یه رای اینجوری به یارش. خب خوب بازی کرده، پس تو برو من بفهمم این آقا مافیا. نه آخه من تو بازی مافیا هم یاد گرفتم یه قرار ببازم زش نمیبازم، یه قرار اینجوری بازی کنم یارامو بخوام توی این مرحله بکنم از بازی بیرون، به نظرم خوب نیست. آریان که مافیا هست. این از آریان. اصلا چه ربطی داشت آریان؟ خوب این آقا اصلا به ما رأی میداد، اصلا نمیتونه مثلا گادفادر به ناتو رأی بده رأی رو مساوی کنه. فکتی که داره برای مافیا من میاری اینه که این آقا چه رأی خوش نخواست مساوی کنه، چه ربطی خودش می‌خواست بمونه تو بازی دیگه. من که هرچی هستم مثلا یار 10 بودم، خب این رأی میداد خودش میشه تو بازی. مثلا آریان که مافیاست، ول کن آقا، شوره یکی شهرونده به نظر مثلا باسپورسه، چون من باسپورس نیستم. نکس. آقا من بعید میدونم این آقای امیرحسین یار آریان افتخار آذر باشه تو روز 2 اونجوری صفر کاورش کنه، ولی مافیا دیگه هم جز آریان ندارم. یک به نظرت مافیاست؟ چون من بعید میدونم این آقای شماره 7 مافیا باشه، با این چشم وا کرده باشه تنش بگه من بازیو میخوام بسپرم دست یارم، اون شعبان که کنسه یارم خوره با هم دیگه شعبان بکنن تو یه سایت بازی نمیکنن. من جفتتون رو با هم میگم روز 2 درست کاور کردم. موین شعبان خودم شانش امروز آریانو میکنید بیرون، اون مافیاست. ما خوب بازی کردم فعلا نفهمیم تو کیاس بهش دست نکس تک آریان. اصلا آقا خیلی ساده بوده واسم. میگفتم تو بازی مافیا داشتم، اون آقا رو میتونستم کاور کنم، دنگو بدم به تو بازپرسی مساوی، تا بخوای اونو اجماع کنی خودم تو بازی سوداگری میکردم، کاری نداشتی عزیز دل. حالا اگر تو بازی شهروند باشی خودم تو ببین عزیزم، من دیروز به رای 2 ندادم تو بازی، گفتم سایت تو باز کنی تا الان به اون نقطه‌ای برسم میتونستم به رای 2 بدم. اون مافیا یار دیگه تو بازی داشته دیگه، تو هم رای میآوردی، چون آریانم قرار بود با من تو بازی کنه. حالا با ذهن این که اگه اون شهروند باشه امروز تو ساید مجدد تو دوباره تو بازی باز می‌کنی، تو میگی یکی بره از بازی می‌کنی بیرون، قربونت برم، میگی آقای آریان با این فرض که تو اتهام نمی‌خوری دیگه، الان تو شدی تو بازی شهروند، میگی آقای آریان از بازی می‌خوای بکنی بیرون، بکن بیرون. ولی من آقای آریان رو تو بازی مافیا ندارم. ببخش بذار چالش تو بعد چالش رو میده. ببین آقا من حس کنم واقعا آقا یه چیزی از من میدونه از معارفه، خیلی عجیب. نه امروز ببین داداش من شهروندم دیگه، این آقای 10 ببین دنگ بازپرسی داده، خودم 7 رو کردم، اصلا اگه اتفاقی هم افتاده اشتباه افتاده دیگه، باید بفهمی دیگه. آریان رو ما امروز باید بکنیم بیرون دیگه. اگه آریان شهروند باشه من به نظرت مشکوک هستم. قبول داری تیم مافیا رئیس نداره و اینا سوداگری میکرد؟ خب اون آقای 7 رئیس بوده، من بهش تارگت زدم. نه به نظرم که این مهدی تو اگه مافیا باشه تنها کسی خوب بازی کرد این آقاست. قربونت برم آروم باش. این سایدشو مجدد چرا باز کنه؟ این که چالشه. ببین امروز آریان میره، به نظرم مثلا مافیا هست،
خب چون درست امیرحسین رفتارش با آریان یار بیار نبوده، از یه جایی هم با کارت یک داشتن تو رو تارگت می‌کردن. می‌دونی چی میگن؟ مثلا ده میگفت چون یک تارگت نمیخوره بذار آریان صحبت کنه، خودم بهش چالش بدم. بذار صحبت کنه. بذار آریان صحبت کنه. خب ببین من مافیا نیستم آخه، بدبختی دیگه روز خوبی هم نبوده. خب بیاد یکو بدیم بیرون دیگه. من کی گفتم؟ من یه دونه شهروند تو بازی اعلام کردم، آیه شماره 3 شاید شب 1 بود. خدا بیامرزه. به هیچ کی هم نگفتم شهروند. یه دونه شهروند اعلام کردم آقا. شاید من نمیگم مافیا دیگه، همچی دیالوگایی میگه من ترجیح میدم زش ببازم و اینا. دیگه من کل بازیم رو مافیای این بود. نمیگم زودتر میگفتین دیالوگو 2 روز قبل میگفتیم ما الان اوکی بودیم. ببین آقا من شهروندم، این میپذیرید که هیچ نمیپذیریدم که هیچ آدزی نیستش که من برام. ولی من شهروندم، حالا برای فردا فکر کنید. یک به نظرم مافیاستی که اینجوری داره میگه الان دیگه. کی مافیاستی؟ چه میدونم. تو که شهروند بشی خودم مثلا ناراحت میشم. ناراحت شم؟ با من شهروندی؟ یک بده. خب میدونم بره آریان باید بره. به نظرم مافیا هست آقا، اصلا شهروند اینجوری بازی نمیکنه. یعنی من فقط با همین دیالوگ برات شهروندم. روز یک ترنم گفتم بین خودم، مهراب، موین، شماره 3 شماره 2 مافیا بشه یه دونه است. یعنی یه دونه مافیا بنده خدا یارای منو، یه دونهشون محض رضای خدا نگفتم بیا حداقل یه پوینتی داشته باشیم فردا یه کاری با هم در بیاد، یه کاری میکنیم حداقل. دیگه شهروند روزه گفتم شهروند مهران زیوری خب مشکوک بود دیگه. آقا ترنش به موین گفتش چرا ایمانی که هنوز صحبت نکرده تارگت نمی‌کنه دیگه. حرف فاخرش وصیت خیلی خوبی کرد، ولی قبل وصیتش به نظرم مقداری ذهن من حداقل درگیر خودش کرده بود. تو بازپرسی اولین رأی دادم به مافیا که اصلا کاری مافیایی به نظرم. میدونیم من ناراحتی میدونی چی از این بازی که مهران زیوری روز یک به ما گفته شهروند فشار میذاش روی 17 تو ترنش فشار میذاشت رو 17 ما بازی خیلی راحت‌تر در می‌آورد. گفت شایان شایقی مافیاست هم ریارشه. این حرفو زد من ذهنم خراب شد اصلا راجبش. یعنی ما روز یک 2 تا مافیا رو می‌کردیم بیرون دیگه. آریانا رای بدید بره بیرون. اون آقای شماره 10 رفتارش اینجوری نبوده که تو 1 و 2 یار داشته. من 1 و 2 به نظرم این آقا هم 2 تا مافیا رفتارش چجوری بوده که تو 1 و 2 یار نداشتن. موین رای داده به 2 تا مافیا، شایان دنگ زده به اون رای داده به اون. پس خود آریان مافیا باشه دیگه آقا. رای میدید آریان میره بیرون. نکس. ممنونم. 6 نفریم با 3 رای دفاع. رای گیری از سر صحبت امروز. رای گیری برای آریان. دفاع شایان، امیر مهدی، معین، مهراب. تک دفاع آقای آریان. تارگت بستش بفرمایید. آقا من معذرت میخوام خیلی بد بازی کردم. اگه موندید ولش کنید، تو این دوتا بگردید با کدوم مافیا اینقدر ترسو بازی کرده یکم بذارم شهروند. آقا من معین رو وصیت میکنم. ممنونم. رای گیری مجدد برای آقای آریان. آقای آریان وصیت. 7 مافیا بودن دیگه، بیا رو وصیت مهران زیوری بریم. گفت یه دونه بین آریان و معین دیگه. من معین رو وصیت میکنم. آره شهروند برنده شد. ما نمیدونیم بفروشیم نفروشیم.